چرا با من چنین کردید؟ چرا؟ کلاس اگر با ما کی بودن جنگاور رو بگویی و تو چی خیل به زهر و شانلی رسیدنت رو میگویم. به شما باور نمی کنم. زهرا شانلی زنده نیست. برای کی بودن جنگاور را فهمیدنتان مرا فریب دارید. با تو کی بودن زهرا شانلی رو بگوییم فکر تو عوض می شود کلاس. رسمی کلاس چرا در دستی تو از زینب؟ زهرا شانلی یکی از جنایتکارهایی است که سالی دراز از پسش میدوی ولی دستگیر نکرده ای. جنایتکار است؟ دختری نقابدار است. دختری نقابدار؟ این سفسطه است. همش را بافته اید. لطفاً خواهش میکنم این موضوع را دیگر نکشایید. شنیدن نمیخواهم. ما هیچ چیز را نمیبافیم. حقیقت را به این هم میدانیم. بعد از مردن اژدها با فکری تو چرا دیگر دختری نقابدار به میدان نبرآمد؟ چون که انتقام دوست داشته‌اش را گرفت. نه، زهرا دختری نقابدار شده نمیتواند. زهرا هرگز جنایتکار شده نمیتواند. به این هم اگر او زنده می بود به خانه‌اش حتما برمیگشت. برای جنایتکار بودنش برگشته نمیتواند و کی بودنش را گفته نمیتواند. مثل تو بری تو باشی به خاطر آنی که قاتل کمیسر اونال به حساب میروی کی بودنت را آشکار کرده نمیتوانی. مدت زیاد است که من در این محله هستم. اگر زهرا زنده می بود من حتما او را می دیدم. دیده نمیتوانستی چون که او را نمیشناسی. یک دقیقه. چه خیلی نمیشناختم. زهرا شانلی هم مثل تو چهرهش رو عوض کرد. این رسم را از جوانی زهرا یافتم میلیس. خواستم بینم. نگاه کردم. از جوانی زهرا؟ زینب، بعد از مردن زهرا آن جوان را من تازه کردم و در آن جوان هیچ چیز نمانده بود. این رسم را هرگز در آنجا ندیده بودم. وقتی که زهرا را دیدی او را هرگز نمیشناسی. نه، این حقیقت بودن نمیتواند. اگر به زنده بودن زهرا شانلی باور نکنی از مزارش تشخیص DNK بگیر. حقیقت را میتوانی بفهمی. دوست داشته‌ات نمرده است کلاس. وقتی که چهرهش سوخت چهره دیگر کس را با او گذاشتند. حالا هم با ما باور نمیکنی. منتظرید که من به این بافته شما باور کنم ها؟ کلاس بودنی تو را چه خیلی که میدانیم دختری نقابدار زهرا شانلی بودنش را هم عمیق میدانیم. این رسم رو از پشتی جوان گرفتم میلیس. یعنی برای همین شاید ندیده باشی. با تو چی شده زینب؟ یگان چیز خواطرت کرده است. اگر نقل کردن خواهی گوش میکنم. اکنون با ما باور میکنی؟ چهره او را هم شما عوض کردید. ما نکردیم. پس کی عوض کرد؟ این مهم نیست. کی بودن جنگاور رو با ما بگو.
ما هم به تو دختری نقابدار را یعنی زهرا شنلی کی هست میگوییم. 24 ساعت داری. اگر در بین 24 ساعت کی بودن جنگاور را نگویی، کی بودن زهرا را هم نمیفهمی. فراموش نکن کیلاس، اگر ما نباشیم کی بودن زهرا شنلی را هرگز نمیفهمی. زهرا نه جانم، یعنی من در حقیقت بسیار خوبم، هیچ چیز نیست. وقتی زیاد است که چیزی رو از من پنهان میکنی. دخترمک نیستی مگر؟ میتوانی به من باور کنی. من از تو هیچ چیز رو پنهان نمیکنم الیس جان، ولی باور کن اگر یگان روز صحبت کردن خواهم، روزی دیل کردن خواهم، اولین کس تو میشوی. میخواهم این رو بدانی. خوب جانم. باید زهرا را یابم، ولی هجری را به آنها نمیدهم. نه، چنین نمیکنم. مراد، هجری به من یاری نمیدهی؟ البته. مشکلی چیست کمیسر مراد؟ مشکلی در اصل اگر گویم که من استادش زیا هستم، برای من همه کار را میکند، حتی جانش را فدا میکند. نه، به او نمیگویم. عجبا، مراد جنگاور بودنم را میداند و مرا سنجیده ایستاده است. مراد، یگان مشکلی داری؟ یعنی یگان مشکلی داشته باشی بگو برادر، از دستم آمده رو میکنم. نه، فکر کردم ولی خودم حل میکنم. هجری رحمت. مایلش، شبت بخیر. رحمت، شب تو هم بخیر باشد. مدلی خودش کلاس برادرمون بوده. یک انگشتری ندیدیم جانش برومد. قرتاق مقا بیده. آبا چه همون چاله ایتو نباشه همون بگیریم بریم. آبا چه اوه انم چه برای چو کردی؟ دست در خپیدی یا نه؟ نه همکار، دستگیر نکردم، رویش را هم ندیدم. دستی به عقل بده. انگشتری در حوالی غلط هونده بوده. شکرانه خدا که ما یافتمش. انگشترینا را رفیق سردار دادم. باور که خیلی سبک شدیم جورا. خوب کرده ای. تمام. رحمت همکار. خیر، تا بازدید. خیر، تو بازدید. آه زهرا، من تو را چه خیر میابم. چاله مرا کجا کردی؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ این گپتانت بدبخت از چاله را ایمه بوله داشتی با مرا خانه سر کردی؟ بی عقل دردی من زهرا ام، تو باشه انگشترین گفته ایستاده ای. بس کن انگشترین که
خیر زهرا؟ چی شده است با زهرا؟ زهرا زنده است شوکت. آها، راست میگوی. чаро ба мели зуҳро буданамро нагуфтам? магар метарсам ки духтари ниқобдор буданамро фаҳманд ба маҳбас меравам? ё аз он ки аҳли хонавода зуҳру шанли будани маро шунаванду маро қабул намекунанд метарсам? магар тани танҳоям дар ин дунё. ё ин ки сирамро ба мелис бояд бигӯям? ӯ ҳам дар вақташ маро бисёр ғам дода буд, вале бошад, ман ғайр аз ӯ дигар касе надорам. зиё, туро бисёр ёд кардам. руша иваз кардааст? охир ман то ҳол дар рӯи нави ту одат накардам, ӯ ҳам руша иваз кардааст. эй ошно, ҳаматон рӯтона алиш кардед. бигиред ами афчи хуники маро ами алиш кине. من هم باور نکردم. میگویی باز دختر نقابدار بود است ها؟ آبا چی خیر کلا کدو بودم ها؟ من به عقل تا حال جنایتکار گفته از پس زهرایم میدویدم. آخر از کجا میدونستی؟ وجدان تعذب نته. یک چیز رو نفهمیدم برادر. آخر صفت و صورتی تو تماما عوض شد که تماما آدم دیگر شده. اگر با زهرا روبرو شوی او هم عوض شده است که او تو رو دیده از کجا میشناسد؟ تو هم او رو نمیشناسی؟ یعنی بخشش رو شما یک جویه شوید چه خیلی هم دیگر رو میشناسید از بویتون؟ بسیار آمیخته است. حاضر منطقاً فکر دارم. زهرا دختری نقابدار بوده است. چه خیلی گفتی؟ چهره دختری نقابدار رو دیدن لازم. از 24 ساعت کمتر من گفتی ها؟ یگان فکر کردن لازم. باید یابیم. یک کار کرده باید یابیم. یافتم. من یافتم. زهرا رو میابیم. آرام باش. چی رو یافتی نفهمیدم. من خودم حل میکنم. چی خیر میابیم شوکت؟ از کجا میابیم؟ کنی گپ زن؟ سوپر فکری عالی جناب دارم من. به من گذار. همین است نقشت ها؟ با من لباس دوملو رو پوشاندی؟ بله برادرم. لباس ها با تو بسیار زیبا است ماشاءالله. یک وقتا تو مولوی ساخته نشده بودی؟ شده بودی. آن وقتا زهرا تو را دیده عاشق شیدا نشده بود؟ شده بود. حاضر باشد نقشه این است. در گردی محله میگردیم. کدام دختری که تو را به هوس نگاه کرد انا همون دختر زهرا است. این چی خیلی نقشه احمقانه است آخر. یا خدایا، اگر نفرد برای زهرات خودت پیدا کن. فهمیدی؟ من اگر محتاج نمیشدم با نقشه تو کار میکردم. اگر گپ کم که پیش بدرو. با هم جلک دیزدگی ما رو نفهمم ملی سوید مشوان. از پشت تو جلک هم دوزیدم. من به تو گفته بودم که رفته از یک اونجا بخریم. نه گفته مرا گناهکار کردی. اکو وقت جلک دزدی گناه نشد و در تنت پوشیدی گناه شد. همه خیل در نظر داری. دیگه کجا بود جلک سالاد بخریم؟ ای مغازین؟ داریم شب سوپرمارکت میریم. اکا 1 کیلو سالاد 4 کیلو جلک بده. مرامت گلیتون ارزان کردیم کو. از کجای خیل میشود؟ کار ما را که بود کردیم سالاد و جلک همه بریم جاش تا میمونیم. مخی بسیار بیهودگویی نکن.
انشالله نقشت به کار میرود شوکت. انیق میشود. کار بود شد میونیم جاش نمیمونیم. آی سرت خم کن بگذار دورش. و فکرم این دامولای مسجد است. کلیت رو دیاد بهترش به مسجد در آیم. محترم دامولا به کجا می روی؟ کلید رو بیده به مسجد در آیم. نماز می خونم. گریختیم. چرا کلید را دزدی میکنی؟ یا خدایا در خانه خدا را بسته به بندار میگریزد. از پشت تو به مفتیات شکایت میکنم. در نصف شب کلید مسجد را دزدی میکنن. آه شوکت گپی تو رو گرفته قریب به دست میافتیدیم. ای بچه‌مون برای چی گرفتیم جوهر؟ مگر تو کمیسر نیستی؟ بگو در عملیات مخفی هستیم. زهره را چی خیل میابیم شوکت؟ با من گذارین رو راحت باش. شوکت حاضر کمی در محله خود را نشان میدهیم. آن طرفش هست من. این نقشه به کار میرود؟ باورم کن. یه دختر آمده است. روی مرا نگاه کن. فهمیدی؟ اون طرف نگاه نکن. بلا زند تلفنم رو در خانه زبید فراموش کردم. پیش از خوب کردنش باید رفته او رو گیرم. همه قد دختری خشوی هست که تو نگاه نکن. التماس پیش نگاه کن. پیش تا نگاه کن. تو باید نگاه نکنی. من خودم ای رفتار دختر میفهمم. زهره یا کی زهره نیست. نقش بازی میکنم. این عالم بیبیه کو؟ عالم است. دوملا با دوست داشتهایی که به هم نمیرسن خدا یاری میکند یا نه؟ یاری میکند برادر، یاری میکند. این دوملا چقدر به جناب مراد مانند بوده است. برادر زهره این اموای. برادر آخر وای مرا اهمیت نداد. او زهره نیست. به شوخی زهره است. تو رو با مهر و محبت نگاه کرد. این خیلی نگاه کرده گذشت کو. انیق زهره است. نمیدونم آخر. عجبا زهره باشد. نه این خیل نمیشود. خیر چهرش رو عوض کرده است. حال روحانیش چی؟ آخر حالت روحانیش هیچ به زهره مانندی ندارد. روحانی گفتی؟ بله. این چیه؟ عقل من خیلی گپوی وزمین نمیبرداره. اگر این دختر زهره نباشد تو را چی پای بسیار نگاه کرد؟ باز بزرگان میگن دختری بچه را اگر بسیار نگاه کنه انیق او را عاشقه. ای حوزی کرسکه پرسکه را میشه که هر یک اجینه خچم خشروی میکنه که خشرو یک طرف تماما دیگه آدم میشه. انیق همی زهره برادر. عاقبت زهره یافتیم. خی برای کو اچاقش که بوسته کنی تو. ای برای آخی بدبخت کی را نگاه داری؟ زهره زیا जन्म 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 साथ चलना यूं कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही एक जान है भले दो बदन हो जुदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह زیا این تو هستی؟ بله زهرایم منم. तुम ही आराम हो मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा شوکت برادر خودت رو تماما دیوانه کرده ای کو؟ رفته او را در آغوش گیره میگویی؟ از کجا میدونم که او زهره است یا کسی دیگر؟ ابا چه چوقش نکنه یک جا میفهمی. برای باوری پیدا کنه باید او را تعقیب کنیم. رفتیم. بین من گفته بودم که انیق این دختر زهره است. با قصر آمده است. گفتم که میویا انا دیدی اومد. اکو در محله خانه اجاره گرفته است که معلوم نشود. شوکت هر یک نامعلوم معلوم میکنه که این امکان دارد مگر؟
حالم ببین. شام بخیر جناب زبید. بخشش که ناراحت کردم. تلفنم رو فراموش کردم و زنگ زده نتوانستم. یک خانه رو ببینم. البته جانم بدرو بگذر. رفتیم. دیدی گفتگی من شد. ظهر خونه بابیش در اومد. ای بچه چو میکنی؟ بیعقل. او تلفنش را فراموش کرده است. برای آن را گرفتن آمده است. کجا میدونی؟ ممکن دانسته فراموش کرده. ها؟ سلسته نگو شوکت. تو یک آدمی پس نومی نداری، دایم دلی مرا میشکنی. من برای خرسندی تو جان و میتونم کوشش میکنم تو باشه همه خرسندی های مرا بدبختی میفهمی. گوش کن ابله. از پشت تو شده از مسجد جیلک و سله دزدی کردم. حاضر تو رو میکشم شوکت. تو رو میکشم. برای گم شد دهنت بوی ناز کرده. میکشم تو رو شوکت. میکشم تو رو. میکشم تو رو ابله. از پشت تو دست به گناه زدم. میکشم تو رو شوکت. میکشم. عزمی بلود. کی؟ چی میگو؟ کی؟ داملا عزمی میگویم. خدا رحمتش کنه. داملا عزمی میگویم. حاضر دیدمش. خدا رحمتی داملا. انا دیدی؟ دیدی؟ برادر بود در رون جوز. ده آخر من تو نگفتم که آدم نمرده از نمیبینی. برادر اگون دعا خون. بود با قبرستان رواد اگون کار کن اگون دعا خون. چهل دعا تو دیوانه شدی مگر؟ بگرست که میگرم. ساخته کار. میکشم تو رو. ابله اینا بکن. ساخته کار. پانیک نکو برادر. از میسنای پیرشه در پشتود مونده. ساخته کار و رفیقش. ارواح ساخته کار به اینجا آمده است. آخر از این دیوانه کی خلاص میشده باشیم ها؟ میکشم شما را. نیست میکنم. میکشم. پدر؟ نگذل بهتر بیا. عزمی جان. داملای حقیقی من هستم. داملای حقیقی من هستم. پدر دیونگی نکنی چی کنم؟ جناب عزمی. عزمی. دستگیرش کنه. گریز. جنابی عزمی ایستید. چیکار میکنید؟ دامولا رو میپرونید. خیلی دامولا وای دامولای ساخته. دامولای ساخته؟ عزمی جان زودتر. میگوریده دستگیرش کن. جنابی عزمی ایستید. شوکت از اینجا اگر ساق و سلامت برای من تو رو زنده نمیگذارم. این را بیدار. پدر چیکار میکنی یا تو پدر؟ چیکار میکنه داخل؟ نمیبینی مگر عالم از پس دامولا دویده ایستادیم. آخر پدر جان این کار رو نکن. دامولا رو سر نکن. زود باش. عزمی جان آخر میگوریده. سانی بابا دستگیر شده. اما چه یاد ترمیز بگیرونه؟ ساخته کار. این بار گریخته نمیتوانی. ایستا. مالات پیسرم. این تویی؟ بله جناب عزمی. سلاح رو پایان کنید. خواهش میکنم. این من هستم. جناب مراد؟ خوب آخر کمیسر مراد چرا لباسی دامولو رو پوشیده است؟ دامولو است تو. البته لباسی دامولوگی میپوشد. دیگر چی باید پوشد؟ جانم این کمیسر مراد پلیس هست. او را در یاد نداری؟ کمیسر مراد کی است؟ حافظه این مرا دیوانه میکند آخر. مراد این چه احوال است؟ چرا با لباس های دامولوگی میکردی؟ شوکت بین ما را با چی حال آوردی؟ همکار وای خبر رسید که امشب دختر نقابدار به اینجا می آمده است. برای نشناختنش این را پوشیدم. دختر نقابدار؟ دختر نقابدار کی است؟ جانم این را هم در خاطر نداری؟ آخر تو مرا از نامزدی هم را بوده بودی. دختر نقابدار مرا نجات داده بود کو؟ من تو رو چرا میدزدم؟ نه این خیل نمی شود. حافظه اش را تماما گم کرده است. چی شده؟ بعد دختر نقابدار رو دیدی همکار؟
ҳоло надидаем ҷура, вале мунтазири хабарҳо ҳастем. дар кӯтоҳтарин муддат ҳаллаш менем. اینای بدبخت چیکار میکنه اینجا؟ رفیق کلتکلس نبود. یک طرف ایستد، من این را میپرانم آخر. خواهش میکنم پدر جان آرام شوید. پدر یک شفاطی به دهانش زدم. جناب عزمی آرام شوید. تمام لطفاً. یک موش نزنم راست با اون دنیا میروید. تمام. گناهی کلتکلس رو نباید به رفیقانش بار کنیم جناب عزمی. بین هم این رفیقش از او دیده بدتر شده است مثل مرده ها. ولی نباید که ما شوکت را بزنیم. شوکت را باید مردم همه خیل شناسند. کلاس کی است باز؟ یک گم کنن همین به عقل هازی برای گپوش شپلوقش میزنم. برای جا شد من حل میکنم. کمال جان بیا میرویم جانم. جانم گوش کن. من تو رو پگاه به نزد دکتر میبرم. شفا میابی مالش؟ من با تو به هیچ کجا نمیروم. شد من نمیبرم. پرنده ها تو رو ببرند. شد کمال جان. آخر ملیس چی گپ است؟ تو این آدم رو کمال سیاه میگفتی حاضر باشد کمال جان؟ مادر آخر کمال بیمار است. رفتیم جانم. خواهش کنی به خانه دوید. در نزنم که نیت را مشکنم. بفرمایید. فضل و دختر چهوش از صبرینه و سمیره میگیره و خونه رحموشون قروت و خوره میایه. ترم بیاد دومولو یک دعا کن. با تو نیای بدبخت. این خیلی نگاه نکن. این کمیسر از اول از پای من بود. زهرایم را چه خیل میافته باشم آخیر. برادر قند بزن. رول خوش رو بازی کردی. اسکار سزاور شدی. اگر میستر بین تو را میدید کو اسکار شمه برورد میگفت مح کلتکل است. سفسطه نگو شوکت. میستر بین مگر اسکار داشته است؟ نداره. بدبخت افتی خنکش در گور خیال ما اسکار داره. شوکت بیهودگویی نکن. من در فکر زهرا هستم. تو چی ها میگویی؟ برادر راحت باش. 24 ساعت نگذشته زهرا را پیدا میکنیم. پروا نکن. به همین لباسا کمک یک دیگه سیرگش کن. انیق مدام میافتد. من قطعیتون برادر. یا اینکه زهرا زنده نیست. من بیهوده با امید شدم. یا خدایا. با زنگ میزنه. کی زنگ زدیسی؟ خاموش. ای بچه یا خدایا چه خیلی آدم هستی؟ رنگی دشمن رفتار میکنی. الا صادق. با تو یک سپارش مهم دارم. یک دینکه را سنجش گذران. در دفتر قید کن. به مزار زهرا شانلی رفته دینکه را میگیری. نتیجه چیزی برایت پگاه به من خبر میدهی. فهمیدی؟ خیر رحمت. تو کلاس یه آدمی هیچ نفهمیدم تو. استاد ماش کردن باز کردیم میخی نمیشه واقعی. بچه ها شما کی هستید؟ چرا مرا استاد میگوید؟ نفهمیدم. اوه کالای استاد اون در جایش نیست. میرود و میآید. بکچه. بله تو بیا. چی میگه پای ملیس؟ دکتر چی گفت؟ که حافظش به جایش می اومده است؟ موافقی گفته دکتر کالای استادم کمتر دیرتر به جایش می اومده. این خیلی نگوی آخر. چقدر دوام میکرده است؟ چقدر دوام میکنه نگو. حافظه کمال گم شده ایستاده است. کارهای هر روز میکرده اش رو به یاد ندارد. وضعیت این خیلی دوام میکرده است. یعنی دکتر گفت که برای برگردانیدن خاطره استادمون باید یگان خاطرات خوردی گذشتهش به نظرش بیاریم. فقط همه چی میتونه خاطراتش به جا بیاره. چه خیلی خاطرات بچه آخر عمر رو نمیشناسد. خیر شد تو برو زود برو. خاطره یک دقیقه مرا نمیشناسد اما عدنان جسور رو حتما به یاد میآورد. بسیار خوب کنی من یک این رو بسنجم. بچه برو. چی خمی ترسته؟ گویا که لباسای داملاگی را یکم بار پوشیده است. اگر من زهرا را پیدا نکنم میدونم با تو چیکار کنم. ما باوری دارم که پیداش میکنیم. تو فقط نفسی تازه بکش. باوریت از دست نده. اگر بدبخت روش علیش کرده باشدم باور که تو را به این لباسا ببینه برادر آب و ادا میشود. آقا جان من باوری کامل دارم. تو هر طرف نگاه نکن. فقط زمین نگاه کن. من خودم نگاه میکنم. اگر ببینم یگان دختر تو را به هوس نگاه داره در حال به تو خبر میدیم برادرم.
این جهان را نگر به چشم شوکت، انیق میوی برکت. برادر جانم، باور کنیتان زهرا و کیلس به هم میرسند. او کامن گارانتی میتم. رفتیم برادرم، زهرا را پیدا میکنیم. انیق رفتیم. یه بچه رنگی کمیسر نه رنگ دوملو را اگر چیکار کنم؟ فراموش کردم. انم خیر نه، این ناممکن است. چی شد؟ برادر رو تایسی بگردون. این بچه کی باشد؟ من این را از کجای میشناسم؟ ولی خدا جان، زهرا سایره می دیوانه نباشه لطفا. چی شد شوکت؟ برادر خبری بد دارم. زهرا یافتم. چی ها میگویی؟ کنی در کجاست؟ در او پرای. در کجاست؟ تو طرف قفات نگاه کن. دخترم گوش میکنم. نیست برادر، چرا من نمیبینم؟ اگر همین زهرا باشه هر دو بری رود سیاه کلتکل است. چرا عصبت خراب میشده است؟ مگر بزیبی بد شده است؟ حالا وقت ندارم که باش مفهمونم. روید. شوکت، مرا دیوانه نکن. زود بگو زهرا در کجاست؟ آماده نشان بتیم. آمادم. این خیل باشد میگویم. زهرا سایرم دیوانه است. چی؟ سایرم دیوانه؟ بله. دوست داشته تا پیدا کردی و لیکن هر دو بری رود سیاه شد. بخدا بین چه نگاه داره. کنی؟ نگاه که برادر. بین چشم شایطی نمیکنه. سلام علیکم. دیدی چشمش طرف تو بلوغ کرده نگاه داره برادرم. دیدم. انیق زهرا است. من باوری دارم برادرم. شوکت، سایرم دیوانه زهرا شده نمیتواند. مرا دیوانه نکن. چرا نمیشده است؟ دختر بعد این قدر عذاب شاید دیوانه شده از عقلش گم کرده و کجا میدونی؟ تو مرا دیوانه کردی شوکت، بسیار دیوانه هم کردی. کنه پیش درو میرویم. بچه من چیکار کردم؟ باور کو به خدا همین زهرا به فکرم. اوف در اینجا وقت نمیگذارد. آدمی نیست که لاتو کوبش کنه. چیکار میکنیم این خیلی؟ وای کمالیسیو، در همه جا منو میپرسیده که عدنان برادرم در کجا است. انا من اومدم. نوزیه؟ جسور برادرم؟ بله منم. وای جسور برادرم. عدنانی جسور این بودای؟ یا خدایا مرا به یاد آورد. همون عدنان جسوری میگویند مگر همین بوده است؟ کجا شدی تو جسور؟ تو رو بسیار یاد کردم. برادرم. حافظش باز برگشت. بله برگشت حافظش. تو برگشتی عدنان. هیچ کس با ما کردور نمیشود. چی گپ است آخیر؟ این آدم رو میکشد. کافی است آخیر کمال برادری. و خدایا مرد و اینقدر با مهر مگر آغوش میکند. اوه جسور جان، باز یک جا شده ما؟ چه خیلی روزهای خوب داشته ما؟ این کار حل شد. همه چیز رو به یاد آورد. دیگر لازم نیست که نقش عدنان جسور رو بازی کنم. آفرین به تو. زنده باشی. حافظت برگشت کمال. جسور؟ چی شده است با صدای تو؟ میبخشی جسور، ولی صدایت مثل صدای زنها برآمد. یا اینکه من تو رو سخت در آغوش گرفتم. صدایت عوض شد چی؟ البته آخر من صدای تو رو عوض کردم. آخر تو چی ها گفته استاده ای؟ این چی سفسته است؟ انا آخر نگاه کن. آخر انا نگاه کن، من ملیس هستم. حافظت برگشتی. یا خدایا شکر زیاد. عدنان جسور منم. عدنان جسور ملیس بوده است؟ باورم نمیآید. ملیس لباس مردونه پوشیده است. دیوانه هستی تو هم؟ چرا لباسای عدنان جسور رو میپوشی؟ بس است آخیر. به این هم عدنان جسور من بودم. تو این رو خوب میدونی آخیر. به یادت بیار من عدنان هستم. چه خیلی عدنانه؟ جسور کجا و تو کجا؟ عدنان شرینر بود. حاضر به تو عدنان جسور رو نشان میدیم. بس است آخیر. مرا به یاد بیار کن التماس.
یا خدایا از اونه که تو رو به یاد میارم حافظه‌ام برنگردد بهتر است. چی گفتی تو؟ حاضر به تو روزت رو نشان میدهم. با این حافظت گم شده بود، با این پس میگردد. اکا جون خوب هستی؟ اکا کی به سر من زد؟ کمال مرا به یاد آوردی؟ دختر تو دیوانه است یا؟ تو رو نگاه نمیکنم گفتم باید مرا بکشی یا خدایا باز هم به یاد نآورد. خیزید بچه‌ها میرویم. جونمون رو از راه نیفتیم. رفتیم. کمال تمام، اگر این خیل باشد عدنان جسور رو که شناختی، من به تو خودم رو عدنان جسور نشان میدهم. ملیس تو خوب هستی؟ اکا هم تو رو دوست میداشت، بسرش باز کاراتکا زدی، باز تو رو اهمیت نمیدهد. حاضر در یادش نیستی، باز بس کاراتکا میزنی. بله ملیس، نفهمیدم تو از اکای ما چی میخوایی؟ به من گوش کنید، مرا عصبی نکنید، به این هم عصبی هستم. به درون درایید. درایید. چی شده است؟ درایید. ای چی شده ایستاده است سخیر با این ماشینه؟ به این هم دیر کرده ایستادم. برادر برای چی اینقدر بسیار فکر میکنی؟ دیر یا زود زهرا را میابیم، راحت باش. مهلتم کم مانده است شوکت، هرچی زودتر باید زهرا را یابم. برادر راحت باش، من حس کرده ایستادم زهرا در همین نزدیکی ها است. دیر یا زود میابیم شه، با من باور کن. انشاءالله. بوی زهرا را حس کردیستم برادر. بلا زنه تو برین ماشین روی. استاد مثلا در راه رفته ایستاده ای که یک دختر زیبا از پیشت میبراید و با اون نگاه میکنی، خدا بخشد بعد شیطان وسوسه میکند، باز نگاه میکنی، بعد باز نگاه میکنی، این گناه میشود استاد؟ خانم روز بخیر، یکان مشکلی دارید یا ردی هم؟ ماشینم کار نمیکنه. فهمم، اگر اجازه دید من یک مرتبه از نظر بذارم. شما با ماشین سوار شوید تا که با کار درارید. یک مرتبه ماشین رو با کار درارید. یک دقیقه خانم، حاضر. یک بار دیگر تکرار کنید. با کار در آمد. کار کرد. تمام، فکر میکنم که دیگر ویران نمی شود. به فکرم ماشین رو میدونید. کمتر. این برای من نه اونقدر مشکلی داشت. تشکر. سلامت باشید. به جای من کسی که نباشد حتما یاری میداد. نام من زیاد. زهرا.
ولی چرا حاضر این به یاد من آمد؟ چی به یادت اومده؟ هیچ چیز نیست شوکت. بیا این دختر ما را ندیده از اینجا گریزیم. یک دقیقه بیست. تو را نگاه نداره؟ زینب هیچ وقت زورو شده نمیتونه برادر. من 100% کفالت میتونم. بیا رفتیم. میبخشید یک لحظه نمیوید. ما را گفته ایستاده از شوکت؟ به خدا برادر به فکرم تو را میگوید. یک بار دیگر زهرا بودن زینب را سنجه میگوید. عجبا. سفسطه نگو شوکت. آخر با شما گفته ایستادم من نمیشنوید؟ جناب دومولو یک ماشین رو آمده بینید آخر؟ کالتاکیلت گفتم که تو را گفتیسته. چیکار کنیم؟ چی مرا نمیشنوید؟ تو برای ماشین زوادید کن میبینیم که زهرا است یا نیست. من حوزی اینجا سکوی میخورم برای کار. شوکت. آخر این همون دومولوی ساخته ما است ها؟ شد تمام لازم نیست. نیو من خودم حل میکنم. شد بیرو تو بیرو. یک دم خاموش باش کنه بینه با ماشین چی شده است. خانم روز بخیر. یگان مشکلی دارید یا ریدی هم؟ ماشینم کار نمیکنه. فهمم. آدمی پست تو کجاییزی یا کجا؟ چرا این خیلی نگاه داری؟ کنی با ماشین شین؟ شد من اوستا را دعوت میکنم. به این هم وقتم نمیرسد. دهانت را پوشیده بینشین یک ماشین را به کار درار. از کجا تو پیدا شدی آخر؟ به کار درار زودتر. انا نمیشود کو؟ یا خدایا توبه. یک بار دیگر به کار درار. با خدا حیران شدم به کار در اومد. دومولوها هم مسئله ماشین رو خوب میفهمیدند ها جنابی دومولو؟ رحمت. آدم یک بار رحمت میگوید. تشکری زیاد میگویم. اگر تو نمیبودی من چیکار میکردم ها؟ تو چی خیلی ناشکری ها؟ شیطان میگه که تو را در همین جا در همین هوای خونه گذاشته میرفتم. آخر مراد تو دیوانه شده ای؟ چرا تا حال با این لباسای دومولوگی میگردی ها؟ با تو چی؟ ها؟ با تو چی؟ برای من هم خیلی معقول است. تو یا اینکه حالا هم از پسی اون دختری نقابدار هستی ها؟ بله او را ندیدی؟ دیدم. آخر فراموش کردم بگویم اون دختر تو رو سلام گفت. بسیار تو رو یاد کرده است. میگوید که کمیسر مو رو چرا از پسم دیگر تعقیب نمی کند. ای مسخره باز بوده ها؟ یا خدایا توبه. خیر پند و نصیحت کنید دومولو جان. تا باز دید با دقت باش با در نزنی باز. یا خدایا توبه. خیر بگو کو برادر؟ زینب زهرا بوده است؟ بله زهرا بوده است شوکت. بیهودگویی نکن پیش درو. همین ها رو هم تقسیم کنم تا که همه مردمی محله به نامزدیمون آمده توانند. میمون سنم تو باز مرا مسخره داری؟ بخشیش من شما رو میشناسم. چی گفته ایستاده تو؟ من شخ شدم. شما همون گهواره بخشی پس نیستید مگر؟ یکی به یادم اومدی. تو مسخره کردنگین میمون سنم. آخران من میخندم. من به تو از دعوت نامه هایم داده بودم اگر گهواره بخش قشلاقی؟ داده بودی؟ درست. بله نو به یادم اومد. سرم در جویش نیست جانم. نهایت به هجری خانه‌دار میشویم. بسیار خوشحالم. تو چرا مرا اینجا داشتی؟ من باید به خانه رفته کاری زیادی دارم. حاضر به خانه رفته خانه رو به طرف خونه مونن کردن لازم است. یک قطار آمادگی. بعداً باز میبینیم خوشروچه. الو رجب زود آدم ها رو جمع کرده به نزدم آید. از توی دختر می دوزدیم. حالا به تو نشان می دهم میمون.
بفرمایید. تشکر. شوکت چرا ما را با این کافه دختر آوردی؟ به این هم ما امروز او را دیدیم. بشین، بیا بگذر. برادر، اینجا از همه مکان سیرودمترین محل است. زهرا رو بیابیم، همینجا میابیم. به فکر من همین روز انیق میابیم. راحت باش. شوکت وقت میرود. اگر امروز زهرا را نیابیم من تو را میدونی چیکار میکنم. آخر برای دیگر چیکار کنم کلتکلس؟ معلومات میخواسته آنها رو نمیدی، مخفی گفته با من هیچ چیز نمیگویی. خیلی تو مرا باور نمیکنی برادر. عیب مده چه روسیا؟ همین زحمت های من برای پیشروی خطه برادر. چه بدویم همه گپا تای من بجا میکنی بدبخت؟ با تو چی ابله؟ با تو چی؟ وای من اکک بسیار پشیمان شدم این پرسیدنم. چپ و راست نگاه نکن، پیش نگاه کن. پیشتر. فهمیدم. دمت رو گیر. یک روز قلم نیایی با تو چی می شود ها؟ دامولو با من زیباچی ساخته برپا میکنید؟ از شما جواب رو انتظار هستم. نمیکنم. نمیشود زهرا. و باز اینکه من آدم دیندار هستم. من باید به آدمان نمونه باشم. مفتیات اگر ازدواج ساخته برپا کردن مرا فهمد، حال من چی می شود؟ شما چه ها میگوید؟ هیچ کس پی نمیبرد. وعده میدی هم کسی نمیفهمد. اگر بابایم فهمد خودش مرا نابود میکند. متاسفانه زهرا، یعنی این کار را کردن نمیتوانم. از آن را میدهند. نرنجید، من به مسجد میروم. خدا حافظ. برادر، ای بچه میگم هم دختری قفا زهرا نباشه. کدام دختر؟ این عقیب ده. یک بار عقیب تا نگاه کن. اینه به فکرم زهرا زینبه. شوکت من با تو چند بار بگویم زهرا زینب نیست. این مسئله را گپ زدیم بس کن. یا خدایا. یه بچه یک بار نگاش که به خدا همه قبل به حواس نگاه کردیسته که باور نمیکنی. یک بار نگاه کن. نگاه کن. همین است حسیاتش. این دختر حسیاتن دارد آخر. شوکت نافهم. تو ناخونی زیای من شده نمیتوانی داملای ساخته. شوکت دیگر هیچ کس نگاه ندارد؟ نه حاضرش نگاه ندارم. حس کردیستم که کمتر پس زهرا همینجا میبیه. زهرا کمتر پس میبیه. روز بخیر. روز شما هم بخیر. این هم هر روز به اینجا میاد. میگویی خونه‌اش هم اینجا باشده. باز لباسی دامولوگی پوشیده است گو. به خدا اومد. کی اومد؟ اومد برادرم. کی اومد؟ زهرا اومد. بیهودگویی نکن. اومد. زهرا؟ خانم عالم شما هستید ها؟ سلام جناب مراد. خواستم یک چای بنوشم ولی شما رو با این لباسی دامولوگی دیده خواستم بپرسم حالا هم از پسی دختری نقابدار هستید؟ بله بله همین خیلی است. تمام. پس من اینجا میشینم. شما خسته نباشید. تمام خانم عالم. رحمت.
вале чой тамом шудааст. ин хел бошад, ман торт мехоҳам. боз инҳоро аз ин ҷо гиред. шавкат, зуҳро гуфти дилам аз кор монд. олам омад ту бошӣ, зуҳро мегӯӣ. бародарам, манзарат мехоҳам, аммо ман бисёр ҷиддӣ мегӯям, бисёр ба зуҳро монанд аст. эй аблаҳ, рав аз паси корат. ба куҷо меравӣ? рав гуфти ку, рафта истодам. шин модар даромадро бо пуфакҳо ва бо гулҳо ороиш медиҳем. гулҳои сурху сафеду гӯш кунед зири. бо ҳам бояд баъзе масъалаҳоро ҳал кунем. баъдан нагӯед ки чаро нагуфтед. албатта падарҷон, гап мезанем, бифармоед. чхеле ки медонем санам хӯрок пухта наметавонад. бисёр беҳунар аст. ё месӯзонад ё вайрон мекунад. ноҳудабаро аст ками. чикор кунад? аз дасташ ин корҳо намеояд. ҳеҷ гап не. баъдан омада ба ман нагӯӣ ки духтаратон ин хел асту боз он хел асту. шарманда накунӣ моро, дониста бош. ин чхели хӯрок пухта наметавонад? ин чхели дилбалай. охир падарҷон, хӯрок барои ман муҳим нест. ҳал мекунем ин масъаларо. бачам, ин чхели муҳим нест. як лаҳза боба. падарҷон, шумо парво накунед. ин хел корҳо мушкиле нест, ҳал мешавад. шумо санам бар ин духтари зебои нозанинро калон карда ба ин рӯзҳо расонидаед. магар ман ӯро ранҷонда метавонам? ман як бор дӯст медорам, барояш мемурам. домоди шербачаи ман. охир бачам, арӯси беҳунари ту вақти дазмол кардан либосоро месӯзондааст. ман инро намедонистам. сӯзонад, сӯхтагӣ мепӯшам. ба ман гӯш кун. ту чӣ гуфта истодаӣ? ту чӣ гуфтесай? айбаст охир. бисёр гап назан. духтарам, гӯш кун. ҳозир матқати ранги хуштуман гап мезанам. охи дар як хона зиндагӣ кардан тамоман чизи дигарай. яъне ки ҳиҷрӣ ӯ хеле ки худат мешиносиш, ӯ хел нестай. тамоман дига хеле. дар вақти хӯрокхӯрӣ ҳар рӯз мехоҳад 5 намуд хӯрок боша. баъди хӯрок тез қаҳва менӯша. қаҳваш бояд ширин набоша, бо бешакарам набоша, миё набоша. офатай бачам. ҷурғоти хонагиро дӯст медорад. хурутова мошки чириram назм мебинад. мошки чирӣ? ин чӣ аст? дар даруни ширбиринҷ равған меандозам. дилам беҳузур мешавад модарҷон. ман чӣ хел хӯрокҳоро омода мекунам? ба худо ҳеҷ фикре надорам санамҷон. ман туро ба ҷанговар хонадор кардани будам, вале ту ҳиҷриро қабул кардӣ. духтарам, гӯш кун. ҳиҷрӣ бисёр нозукай. тозагиро дӯст медорад, чиркиниро тоқат надорад. вақте ки ғаҷдиро бина, гизалае мешава ки. вале ҳиҷрӣ ман ин хел наменамояд ку? ла ҳавла вала қуввата. духтар, ту бачаи мара аймада хубтар медонӣ? ина феълои дигаша мегумад. шав вақте ки ҳиҷрӣ хов мекунад, бароҳат хов карданаш мефора. поҳоша мешӯй. оби гармак қатӣ, бо об хунук набоша. шир гармак боша. кани санам, куҷо шудӣ ту охира? е тавба. омадам шоҳам, омадам. охир ин хел намешавад. ман аз кор афгору хаста меоям, боз ин ҷо туро мунтазир шуда наметавонам. ин бояд пеш аз омаданам омода бошад. шуд мардакҷон, ту асабӣ нашав ҷонам. пойҳоятро ба ман бидеҳ. чаро пойҳоямро мемолӣ санам? пойҳоямро бишӯй охира. ҳа, бахшиш ист. кур аст чӣ аст? зуд. эй, каме хубтар бишак охир. таги поямро бишак. поямро хубтар бишак. бишафед. шуд шоҳам. дарк кард оҳиста. чаро ман бо ин беҳунар хонадор шудама?
не духтарам, ҳаргиз пойҳои ҳиҷриро намешӯӣ духтарам. худат медонӣ духтарам, агар нашӯю туро талоқ мекунам. чӣ? талоқ мекунад? не модарҷон, ман ҳар рӯз пойҳои ҳиҷриро хуб шустаб массаж мекунам. не духтарам, ҳаргиз намешӯӣ. вале зиндагӣ ҳамин хел аст модар. имрӯз ман пойҳои ӯро мешӯям, фарда ӯ аз маро мешӯяд. и духтар чӣ мега? бачаи ма пои туро мешуштааст? дар асл санам чаро пойҳои писари туро мешустааст? духтарай мешӯа? ӯ ҳам писар аст, бишӯяд. не чаман, бачаи ма пои ӯро намешӯад. духтари ман пои худашро шуста наметавонад. дар асл мардҳо пойҳои занҳоро мешӯянд. намешӯа, гуфтам намешӯа. куҷо шуди ҳиҷри охир? зуд биё. омадам занакҷон. гузор. бисмилла. охир аз субҳ то шом дар кор рост ҳастам монда шудам. зуд пойҳоямро бишӯй. ҳозир занакҷон. косаи табаққоро шустӣ? шустам занакҷон. либосҳоро овезон кардӣ? кардам занакҷон. ҳавлиро рӯбучин кардӣ? ҳамаашро кардам занакҷон. охир чӣ кор карда истодаи ту? оҳиста бишу пойҳоямро. ҳеҷ ин корро аз худ накардия? бахшиш занакҷонам. пойҳои ман нозук аст охир. уф, чаро ба ин одам хонадор шудам? кош гапи модарамро мегирифтам. зудтар бишӯй. чӣ нигоҳ дорӣ маро? маро бубахш занакҷон. и духтар бачаи маро ғулом кардани. духтар, бачаи ман ҳеҷ вақт пои туро намешӯад. дар асл духтари ман пойҳои писари туро намешӯяд. охи зан бояд пои шавҳарша бишӯад. ин хел нест. доимо мардҳо пои занҳояшонро мешӯянд. не чаман, духтарат пои бачаи маро мешӯад. модарҷоно, истед. ман пои ҳиҷриро намешӯям, ӯ ҳам пои маро намешӯяд. шуд, мушкиле нест. духтар, поҳои бачаи маро бояд бушӯй, фаҳмидӣ? пои духтари ман бояд шуста шавад. охир пои бачаи маро мешӯа. пои духтари ман шуста мешавад. кори ман нест. гап ҳамиқати тамом. шавкат, дигар ягон кас нигоҳ надорад? як тане бародарам. ҳар чораш нигоҳ дорад. 4 та зуҳро. 4 то? чиҳо мегӯӣ 4 та зуҳро мешавад макар? зуҳрои ман 1 то буд. бародар, бовар накунӣ, нигоҳ кун. бин, ҳар чораш нигоҳ дорад. чӣ хел домлои зебо будааст. агар ин домло бо ман гап занад, намозхониро сар мекунам. ин домло панду насиҳатам медиҳад. ба масҷид барои гӯшкунӣ меравам. ё худоё, тавба. баъд аз амри маъруф ҳатман бо ӯ сурат мегирем. ай, як ду саволи динӣ доштам. аҷабо мегӯям пурсам ё на? чиро мепурсӣ? оё бо сақичка одан рӯза мешикаста бошад? шавкат, агар яке аз инҳо зуҳро бошад, ман худамро мепаронам. бадбахт намебинӣ? иш аюша хушрӯтарай, баюш аиша хушрӯтарай. ихе нагӯ болай охи. ин духтарҳоро дидӣ зайнабҷон? ба мурод гап дода истодаанд. шайтон мегӯяд рафта онҳоро лату кӯб кун. шайтон ба ман ҳам ҳамин хел мегӯяд. вале танҳо инҳоро не. бародарам, духтаре ки дар тарафи рост куртаи сурх дора ку, ба худу гарини нигоҳ дора. ба фикрам аниқ зуҳро аст. линҷоша нигоҳ кунда? ранги линҷои зуҳроай. дидӣ чашмакӣ зад? ту кур шудаи ку? аз вай зуҳро мешавад магар? хали шавкат. келас, барои чӣ зуҳро намешидаи? мумкин жиншин хӯрдагия амихи фарбе шидагия, ё ки ғами тура бисёр хӯрдагия фарбе шидай. гапҳои ман ҳамаш мантиқ дорад. бубин ӯ тура чӣ нигоҳ дорад. ба худораги зуҳрои рӯи пачақ шабин, қошо шабин монадай.